خب بچه ها، این نتیجه پفک نمکی. این رو پفک حلقه‌ای که در آخر مقایسه‌شو هم میذارم. این پفک که اسمش هم اسنک توپیه که تقریبا از همشون کم رنگتر بود. پفک حلقه‌ایمون که اینم رنگش اینجوری در مقایسه با هم که ببینیم. برنده مسابقمون پفک نمکیه. بله شوخی کردم بچه ها. برنده مسابقمون پفک یا همون اسنک لوله‌ایه که رنگش نسبت به این یکی ها کمتر هست.